با من آماده شیم بریم گبرستون. آره گبرستون، ولی نه گبرستون آدما، گبرستون ماشینا. سلام و درود خدمت دوستان، سلام همه رفقای گل ماشین بازم. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی جدید دیگه. یه مدت که اینستا رو باز میکردیم مد شده بود، مد میگن، ترند میگن، چی میگن، مد شده بود، ترند شده بود که با من آماده شیم بریم تولد دوست پسرم، تولد دوست دخترم، کافه، رستوران، دور همی. منم گفتم ببرمتون یه جای جدید و متفاوت. اگر از خودم تعریف نباشه دیگه مثل من نمیاد. همیشه هم که کافه و رستوران نمیشه. البته یه ماشین باز واقعی اینجور جاها رو بیشتر از کافه و رستوران دوست داره. خوبیه پسر بودن اینه که کارو با یه تیشرت جمع میکنی، دیگه نیم ساعت آرش مارش نداریم. لوی و راگی هستیم. حالا بریم ببینیم که اجازه میدن اصلا فیلم برداری کنیم. خب با این 405 شروع میکنیم که 400ش رفته و فقط 5ش مونده. فکر کنم تنها جای سالمش همین زنجیر اویل پمپه. امیدوارم دیدن همچین ماشینایی واسمون درس عبرت بشه که یکم آرومتر رانندگی کنیم. یه دونه هم پاترول 4 در اینجا داریم که 4 درها 6 سیلندن و 2 درها 4 سیلند. ماشین تصادف خاصی نداشته، فقط سقف و ستوناشو بریدن. یه دونه هم پیکان و آردی اینجا داریم که با هم دوست شدن و فکر کنم که رفاقتشون تا سالیان سال ادامه داشته باشه. یه دونه 405 2000 دیگه که سیلندش رو سوراخ کردن. به نظرتون دلیل این کارشون چیه؟ قیمت قطعات یدکی خودرو به شدت رفته بالا و کیفیتشون اومده پایین‌تر. بعضی ماشینا هم دیگه قطعاتشون به اون صورت تو بازار پیدا نمیشه. همین باعث شده که دوستان تصمیم بگیرن به جای خرید قطعه نو از استوک فروشی‌ها و اوراق فروشی‌ها قطعه مورد نظرشون رو پیدا کنن. توی این اوراق فروشی هم کلی قطعات پیشیا، 405، زانتیا، پیکان، پراید، همه چی موجوده. کلا پاترول. همه این ماشینا برگ اوراق هستن، یعنی پلاک نمیشن و شما فقط میتونی از قطعاتشون استفاده کنی. یه 405 دیگه که گیربکس رو با صرف دیکس باز کردن و بردن و فلایویل تنها مونده. اینجا هم یک سری لوازم 206 داریم که خود ماشین نیست ولی داشبورد و چراغاش رو تو تصویر میبینید. خب اینجا یه دونه زانتیا داریم که فقط اسکلتش مونده. دراشو با صنداقه با همه چیو باز کردن. 2 تا صندلی جلو داره، داشبوردش هم که سالمه. ببینیم موتورش روشه یا اونم باز کردن. این چیه؟ نه موتورش هم باز کردن. این گتا هم اسمشون گویه. یه نیسان پاترول دیگه هم اینجا هست. نفر اولی که تفاوت اصلی این پاترول با پاترول قبلی رو بگه یه جایزه نقدی پیش من داره. تو ماشینای فورویل مدل بالا همین که شما دنده رو میذاری رو حالت فورویل هر 4 تا چرخ درگیر میشن، ولی تو مدل پایین اینطوری نیست. شما بعد از اینکه دنده رو گذاشتی رو حالت فورویلز باید این بیلبیلکا رو بچرخونید تا چرخهای جلو هم درگیر بشن. اسم این گته هم فکر کنم گفتگم باشه. هر گته‌ای هم که لازم داشتین و از طرف من اومدین خریدین یه تخفیف خیلی خوبی بهتون میدن. الکی مثلا 1 میلیون ساب دارم. به 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 به، از اون ماشینایی که دیگه قطعات یدکیش تو بازار پیدا نمیشه. تراید نیمه انژکتور. ولی انصافا این ماشینا هم خوب راه میرفتن. دریچه گاز تقریبا میشه گفت یک قطعه مصرفی تو پراید. هر کدوم اینا رو که نگاه میکنم دریچه گازشون نیست. اگه تا اینجای ویدیو اومدی حتما اون لایک خوشگله رو بزن و بریم که ادامه ویدیو رو داشته باشیم. یه دونه موتور زانتیای دیگه که داره اینجا استراحت میکنه. فکر کنم از روی این سمند مشکی بازش کردن.
اینم از وضعیت میلسوپاپش که معلوم خیلی وقت اینجا خواب بوده. بازم یه زانتیای دیگه، ولی برخلاف قبلی قطعات زیادی از این باز نکردن و کلی قطعش موجوده. ویدیوهای زیادی از قبرستون ماشینا تو یوتیوب فارسی دیدم که اکثرشون هم مربوط میشن به کشورهای حوزه خلیج فارس. ماشینای گرون قیمتی مثل رولز رویس و فراری و لامبورگینی که دارن اونجا خاک میخورن. حالا یه نفر میاد میگه آقا ماشینای تو خیابونامون چیان که ماشینای اوراقیمون چی باشن، و این یه فکت واقعیه. اینم از نیم موتور پراید و الکی مثلا منم زیاد از ماشینا سر در میارم. یه ماشین لوازمی هم باید اینطوری دور بخوره. کاپوت هم ببندیم که آب نره داخلش. اینم از یه رام پژو با کمک فنر و سگدست و جعبه فرمان و کلا کامل. یه رام دیگه، اینم یه دونه موتور پژو XU7. اینم که کلی در و اینا از اینا موجوده، در داشبورد، بازم پراید. اکثر این زانتی موتورها قبلا شوتی بودن و یه زمانی تو جاده تاخت و تاز میکردن، ولی روزگار این بلا رو سرشون آورده. کلی صندلی ماشینا و بازم یه 405 زانتی موتور دیگه. مرسی که تا اینجای ویدیو اومدین. مرسی که لایک میکنید و کامنت انگلیسی میذارید. اگه از قسمت قبرستون ماشینا هم خوشتون اومد و لایک و ویوی خوبی گرفت، حتما قسمت 2 رو میسازم. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید.